سیوم سپتامبر در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی جمهوری مردمی چین چاو لچزی ملاقات کرده مجموعه مسائل همکاری دو کشور را بررسی نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از سطح و مندرجه رابطه های همکاری با جمهوری مردمی چین اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که چین برای تاجیکستان دوستی با اعتماد، همسایه نیک و شریک همه‌جانبه استراتژی می باشد. جانب‌ها مکالمه پیوسته سیاسی اینچنین همکاری در ساحه‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری را محاکمه نمودند. تأکید گردید که رابطه‌های بین پارلمانی و جمعیتی دو کشور به طور فعال رشد می‌یابند. با تطبیق لایحه‌های مهم در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات و لوجستیک در دایره تشبث یک کمربند یک راه توجه زیاد ظاهر گردید. تقویت با مرام شریکی تاجیکستان و چین در دایره سازمان همکاری شانگهای و آسیای مرکزی چین مخصوص تأکید گردید. گفته شد که حالا در تاجیکستان زیاده از 700 شرکت با اشتراک سرمایه چینی فعالیت دارد. استفاده فراوان امکانیت‌ها در ساحه‌های صنعت، کشاورزی از جمله صادرات محصولات اگراری تاجیکستان به چین موافق مقصد شمرده شد. گسترش همکاری در سمت تکنولوژی‌های رقمی و اینواسیون، روند رقمی کنانی اقتصادی ملی تاجیکستان، رشد رابطه‌ها در ساحه تحصیلات و آماده نمودن متخصصان تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی از موضوعات دیگری صحبت بود. همچنین اطراف توسعه همکاری تاجیکستان با چین در ساحه تامین امنیت و دستگیری دائمی چین از پیشنهاد و تشبس‌های گلوبالی و منطقوی تاجیکستان تبادل اندیشه صورت گرفت. در بینای مجلس عمومی چینی وکیلان مردمی همچنین خاص به افتخار پیشوای تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نام رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپینگ با حضور رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی پارلمان جمهوری مردمی چین چژاو لچزی ضیافت رسمی آراسته شد.